کشتی نشسته خانه نیمه نشسته خانه چی؟ چند نشسته گویان خیلی خود نمیگه میکنم چند نشسته گویان چند شکسته گویان چون نیست خواجه حافظ مزور دار ما صاحب پیش صاحب به دعوا میروند صاحب میگه که کشتی نشسته خواندن از لفظ نظم دور است ای مدعی کران باش انصاف ده خدا را و انا همین برمیگردد میآید وقتی که حسن بصری را میآید که در یک حالتی سخت و نگران کننده نشسته سوال میکنند که ای شیخ چونی چگونه ای اما گفتی شما کیفن حال کرد چگونه ای چی حال داری میگه حال نفری که در بین دریاست بحر است و کشتیش شکسته است و بالای تخته نشسته است و باد نمیوزد چون است گفتند والله ای شیخ خیلی سخت و گران است گفت پس حال من هم سخت است هم گران است برای همین میگه که در کشتی نشسته باشی تو در امن است در کشتی نشستن تو آب داری تو خوراک داری تو چیزی بخوای داری تو معشوقه داری تو کنیز داری میشینی که کی باد میوزد تو امنی و اما وقتی کشتی تو شکسته است گرداب های بلاست نهنگ ها هست تو یگانه چی امید داری ای باد شرطه برخیز باد شرطه باد مراد میگن بادی که طرف ساحل میوزد باد نامراد از ساحل میوزد کشتی ها را دورتر همین تخته مرا گرفته بالا به ساحل ببر همین را در نظر دارد حافظ بسیار منطقاً این بیتاش با اون بیتاش رفته میچست